سلام دوستان. یکی از دوستا قرار بود که یک ماشین شارژی درست کنه به گارمیچر معمولی واسه بچه ها ماکت. گفت برام یک مداری طراحی کن که با یک کلید 012 کلید 2 حالت 3 حالته که بشه مثلا چپگرد راستگردش بکنی، عقب جلو بشه بدون که دخالتی داشته باشه. و ما اومدیم یک مدار طراحی کردیم از این رله هایی که توی محافظای ولتاژ 12 ولت زیاده، تو ضایعات زیاد پیدا میشه. از اینا میتونید تهیه کنین. دو تا تهیه میکنیم، با هم وصلشون میکنیم. بعد مدار فرمانش هم که اینجا مشخصه، میتونیم پایه وسط کام مشترک رله رو دوتاشو به بوبین میدیم، به آرمیچر میدیم. بعد همین حالت این پایه و این پایه و این پایه و این پایه، این 4 تا با هم جمپر میشه. و مرحله بعدی این پایه و این پایه با هم جمپر میشه. خب مرحله بعدی مثبت به این منفی به این پایه وصل میشه، منفی ولتاژ، مثبت ولتاژ هم به اینجا وصل میشه. خب ما مشترک کلیدامون چون از کلید 3 حالته نداشتیم، از این کلیدای مال 3 شوار استفاده کردیم. کام مشترک که میاد به قسمت مثبت وصل میشه تو کلید. برگشته هر کدوم از کلیدا یکی پایه بوبین رله وصل میشه، یکی هم به پایه بوبین بعدی رله وصل میشه، پایه بوبین. دیگه امتحانش میکنیم، الان تستش میکنیم واسه تست. خب این طرف میچرخه، حالا این کلید. اینم معکوس، چپگرد راستگرد با یک کلید 3 حالته، یک کلید تک معمولی ها. از این مدل هم میشه استفاده کرد، معمولی با رله. یه هم تقدیم به دوست و برادر عزیز جهت استفاده